اولین قطار مسافرکش در 1.5 سال اخیر از تاجیکستان به روسیه رسید. قطاری که روز 16 آگوست از شهر کولو به تاجیکستان برابر آمده بود، ساعت 2 شب 19 آگوست به وокزال راه آهن ولگاگراد یک رسید. این اولین قطار است که بعد برقرار شدن ارتباط بین روسیه و تاجیکستان توسط قطارهای مسافرکش که از ماه مارس سال 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس قطع شده بود، از تاجیکستان به روسیه رسید. از خدمات مطبوعات اداره راههای آهن منطقه پریولژی روسیه به خبرگزاری روسی تاس گفتند که شب 19 آگوست ساعت 02:08 دقیقه به وقت مسکو اولین پویزد از شهر کولو به تاجیکستان به ولگاگراد رسید. انتظار می رود که این قطار از ولگاگراد همین روز 19 آگوست ساعت 12:09 دقیقه به قصد تاجیکستان برآید و روز 22 آگوست ساعت 16:45 دقیقه به کولو برسد. این قطار هنوز 16 آگوست از کولو برابر آمده، اول از وокزال دوشنبه مسافران باقی مانده را سوار کرده و شام 16 آگوست با بیش از 600 مسافر از دوشنبه راهی ولگاگراد شد. در وокزال دوشنبه گفته بودند که همه چپته‌ها به قطار نخستین به روسیه فروخته شدند. نرخ سفر در واگن پلاسکارت 1410 سومانی نزدیک $140 مقرر شده است. نرخ کوپه کمی بیشتر است و حدود 2000 سومانی قریب $200 را تشکیل می دهد. طبق توافق بین دو کشور از 16 آگوست حرکت قطارهای مسافرکش در خط سیر کولو ولگاگراد، از 27 آگوست در خط سیر دوشنبه ولگاگراد و از 7 سپتامبر در خط سیر خوجند ولگاگراد برآمانده می شود. نرخ سفر با قطار راه آهن برای مهاجران کاری ارزانتر است، ولی آنها برای رسیدن خود به دیگر منطقه‌های روسیه مجبور می شوند از قطار و هواپیماهای داخلی روسیه استفاده کنند. بنا به آخرین آمار نشر شده جانب روسیه، در نیمه اول سال جاری 852,000 نفر از زادگان تاجیکستان با مقصد کار به روسیه آمده در نهادهای مهاجرت این کشور خود را همچون مهاجر کاری ثبت نام کردند، ولی مقامات تاجیکستان میگویند در نیمه اول سال همگی 322,000 نفر از شهروندان تاجیکستان برای کار به خارج رفتند.